برخلاف تصور اشتباه عموم مردم، کارتونسازی آمیخته‌ای از علم، هنر و فناوری است و یکی از عوامل بسیار مهم در نگهداری، انتقال، توزیع و فروش انواع محصولات محسوب می شود. بیشک کارتونسازی کاسپیان یکی از پیشگامان و مدرن ترین تولید کنندگان این صنعت مهم و رو به رشد در ایران به شمار می رود که نیاز صنایع مختلف کشورمان همچون مواد غذایی، کاشی و سرامیک، پتروشیمی، شوینده، داروسازی، سلولوزی، میوه و تره‌بار، روغن صنعتی، لوازم خانگی، لوازم صنعتی و بسیاری از صنایع دیگر را با بالاترین کیفیت و در سریعترین زمان ممکن برآورده می‌کند. شایان ذکر است که کیفیت محصولات کاسپیان کارتون که به تازگی موفق به دریافت گواهینامه کیفی ایزو 9001 شده است، باعث شده مصرف تولیدات این شرکت محدود به مشتریان داخلیش نباشد و نظر مشتریان کشورهای همسایه را نیز به خود جلب کرده باشد. کارخانه کاسپیان کارتون واقع در استان مرکزی، شهرستان زرندیه و شهر صنعتی مأمونیه در سال 1384 شروع به فعالیت کرد. این کارخانه در سال 92 و با هدف بالا بردن توان تولیدی و ظرفیت انبار و همینطور اضافه کردن ماشینالات روز دنیا به مجموعه مدرن خود اقدام به افزودن 4000 متر به فضای تولیدی و 4000 متر به انبار مجموعه خود نمود، به طوری که همکنون این کارخانه با 4 هکتار مساحت، 350 نفر پرسنل و توان تولیدی روزانه 300 تن مشغول به فعالیت است. کاسپیان کارتون در خطوط تولیدی خود از پیشرفته ترین و مجهزترین ماشینالات صنعتی روز اروپا بهره میبرند. سیاست‌های اتوماتیزه کردن تمامی بخش‌ها علاوه بر کسب امتیازهایی همچون نیاز کمتر به نیروی انسانی، حمل و نقل راحت‌تر و کاهش ضایعات باعث شده است محصولات این کارخانه از نظر کیفیت تولید نیز با محصولات روز اروپا برابری داشته باشند. قسمت ورقسازی کارخانه کاسپیان کارتون از 2 خط تولید ویژه و با کیفیت بهره میبرد. این ماشینالات قابلیت تولید ورقهای 3 لایه و 5 لایه با نوع فلوت B, C, E و F و ترکیب آنها را دارا میباشد. این خط تولید توانایی تولید ورق 3 لایه با سرعت 220 متر در دقیقه و 5 لایه با سرعت 150 متر در دقیقه تا عرض 250 را دارا میباشد که به عنوان قدرتمندترین ماشینالات مکانیزه کارخانه کاسپیان کارتون به حساب می آید. از مزایای دستگاه وست ریور وجود اسپلایسر جهت جلوگیری از افت تولید و کاهش ضایعات و سیستم استکر جهت آسان نمودن سیستم انتقال ورق‌ها می باشد.
پس از آن ورق مورد نظر به واحد تبدیل انتقال داده می شود تا عملیات تکمیلی روی آن انجام گردد. این بخش شامل دستگاه‌های چاپ، دستگاه‌های دایکات و دستگاه‌های منگنه می باشد. دستگاه کوریونی قابلیت تولید کارتون‌های بزرگ در صنف لوازم خانگی با چاپ 4 رنگ را دارد. سرعت این دستگاه در هنگام لبچسب 8500 شیت در ساعت و در هنگام منگنه 3500 شیت در ساعت است. همچنین این دستگاه قابلیت اتصال لبچسب و منگنه را به طور همزمان دارد. در تمامی بخش‌های تولید این کارخانه، مأمورین کیفی وظیفه نظارت بر کارتون‌ها و انتقال نمونه‌ها قبل، در میانه و پس از تولید را به آزمایشگاه این مجموعه بر عهده دارند تا میزان سلامت و کارایی آنها بررسی شود. آزمایشگاه این مجموعه یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های مشغول به کار کشور در این زمینه می باشد که تمامی وسایل آن از بهترین و معتبرترین برندهای روز جهان خریداری شده است. در این آزمایشگاه میزان جرم پایه و میزان ضخامت کاغذ و کارتون‌ها محاسبه می شود. به منظور دستیابی به نهایت کیفیت در روند تولیدات کارخانه، آزمایش‌های همچون اندازه‌گیری میزان رطوبت، اندازه‌گیری جذب آب و آزمایش‌های مقاومت به لهیدگی و فشار در مسیر تولید صورت می‌پذیرند. کارخانه کاسپیان کارتون از 2 دستگاه بسیار پیشرفته دایکات 161 TMZ و 171 TMZ بهره می‌جوید. در ورق‌های چاپ شده یا بدون چاپ که برش‌ها میبایست به طور غیر معمول و حالت دار باشد به این دستگاه انتقال می‌یابد و توسط همین دستگاه عملیات برش و خط انداختن صورت می‌گیرد. هر دستگاه انبا قابلیت تولید روزانه 400,000 کارتون با چاپ 5 رنگ را همراه با بخش فولدر، لبچسب، روتاری دایکات به جهت وجود منفذ روی کارتون همراه با شمارشگر اتوماتیک کارتون با سرعت بالا را دارا می باشد و انبای 245 همانطور که از نامش مشخص است با دهانه ورودی ورق به اندازه 2 متر و 45 امکان تولید کارتون هایی با ابعاد بزرگتر را ایجاد می کند.
گفتنی است که تمامی دستگاه‌های این مجموعه مجهز به سیستم جمع‌آوری ضایعات می‌باشند که از طریق مکش ضایعات کاغذ و کارتون را توسط لوله‌های متصل به یکدیگر به بخش پرس منتقل می‌کنند. دستگاه لپچسب. این دستگاه یکی از پیشرفته ترین ماشین‌آلات موجود در کشور است که قابلیت لپچسب 6 نقطه از شیت کارتون را به طور همزمان میسر می‌سازد. سرعت این دستگاه 200 متر بر دقیقه است. بخش رنگسازی یکی از مزیت‌های ویژه کارخانه کاسپیان کارتون محسوب می‌گردد. تعداد کلی پایه‌های رنگ در این دستگاه 15 عدد میباشد که توسط همین شرکت بر اساس نمونه رنگ کارتون کدینگ شده و به دستگاه وارد می‌شود تا هر لحظه که نیاز به آن رنگ بود از کد مربوطه استفاده گردد. شرکت کاسپیان کارتون جهت حفظ کیفیت محصولات ساخته شده و تحویل بدون اشکال کارتون‌ها در زمان حمل و نقل به انبار مشتری اقدام به خرید ماشین‌آلات پیشرفته و مدرن شیرینگ پالت و یونیتایزر ماشین از شرکت معتبر موسکای آلمان نموده است. این دستگاه قابلیت تسمه کشی و استرچ تعداد 120 پالت در ساعت را داراست و تنها دستگاه ساخته و نصب شده در ایران میباشد. به موقع رساندن محصول به مشتری ویژگی حیاتی و مهمی در صنعت کارتون سازی محسوب می شود. این مهم تنها در گروی داشتن انباری مناسب، مجهز و بزرگ است که امکان ذخیره مواد اولیه مورد نیاز و همینطور میزان بالای سفارشات تولید شده مشتریان را دارا باشد. و امروز بعد از 10 دهه فعالیت درخشان و تجربه اندوزی گرانبها در جاده صنعت ایران، کاسپیان کارتون سرشار از امید و انگیزه با توکل به پروردگار به سوی هدفهای فردا و افقهای روشن آن حرکت می‌کند. کاسپیان کارتون